سلام. صبح بخیر. سلام. صبح بخیر. سلام نوکرتم. صبح بخیر. ما میریم آماده شیم بریم دانشگاه. خیلی هم خوابمون میاد. خب دوستان من آماده شدم و بریم ببینیم بچه ها چیکار میکنن. نازی بستم رو بپوشم یا این؟ Ciao! Grazie mille, grazie. Grazie, ciao, ciao. بالا. Grazie. همون طبق معمول واسه همون خوراکی آورده. داریم آوتفیت چک میکنیم با مال خارجی ها. اسما داری چیکار میکنی؟ اسما داده آماده میشه بره انگاش نگیره. اعصاب یخ، اخلاق یخ. اسما چرا؟ خانم صادق زاده ستون یه خونه هستن. علاوه بر انگشترم خلیج همیشه فارس و دریای عمان هست. خب قهوه‌مونم آماده شد. بچه صبحونه چی بخوریم؟ من خیلی گشنمم. برو تو یخچال هرچی از برف بخور. جمله‌ای که مامانم میگه به یاد پدرای ایرانی اینو انقدر دورمیدی تا دیگه نشد. تا رو سطل زباله‌های بیرونم نوشته که پلاستیک و کارتون و ارگانیک که میشه اینو میندازیم این تو. الان که میبینید من چند دستمه واقعا به خاطر اینه که آفتابش خیلی بد و سوزاننده است و هنوز اینکه تابستون شروع نشد. آره من بعد خیلی سوختم. خیلی جالبه بچه ها. نازنین برای تهرانه، ملیکا هم همینطور و اینجوریه که میگن وای چقدر هوا گرمه و فلان بیساره و من اینجوری هم هوا به این خنکی وقتی یک نفر از خوزستان میاد قطعا هوای زیر 30 درجه واسهش هوای خنکی محسوب میشه و اون روز توی هوای 32 درجه میگن که بمون توی هوای 32 درجه بچه ها در میان میگن که وای چه شرجی شد. اینم بگم درسته که تهران خیلی گرمه ولی گرماش خشکه آره یعنی جمع سردی نداره. نیست. اینجا با هواش دقیقا مثل شما میمونه و خیلی خیلی گرمه. انگار که توی یه سونای بزرگ گیر کردید بچه. به نظر شخص بنده هوا فوق‌العاده است. اصلا گرم نیست و خیلی هم خنکه. میشه با این ویو صبح از خواب بیدار میشیم میریم دانشگاه. یه منطقه دیگه است بهش میگن منطقه فولکارا که اونجا دانشکده بچه‌های اکونومی و بیزنس و دیتا آره اینجور چیزاست که هم نداره. کلاً ادبیات و خیلی آره کلاً بچه‌های دانشگاه مهندسی اینجاست اینجاست دانشکدهشون. بقیه رشته ها فولکارا. بپرسید که ما چرا این همه راه رو تا فولکارا توی سرما و گرما میریم؟ چون که دانشکده مهندسی غذاخوری نداره و همه برای اینکه ناهار بگیرن باید برن دانشکده اقتصاد که همون اسمش فولکارا هستش. آره و جدایی از اون اگر بگی خب ولش کن نمیخوام حتی ناهار بخورم، کتابخونه این ور خیلی کوچیکه، یعنی اصلا فکر میکنم ظرفیتش 20 نفر باشه. خیلی کوچوله. مثلا نگاه کن کلش از اینجاست تا اینجا. خانم زمانی حتی در مسیر دانشگاه هم در حال ادیت هستن. داریم میرسیم دانشگاه. آره 2 دقیقه دیگه دانشگاه. این آینه 7 ماه خاطره داره. بریم که درس بخونیم. میخواین توی کتابخونه رو نشونتون بدم؟ حیاط دانشگاه رو ببینی و اینکه هر کسی با هر استایلی که دوست داره با هر لباسی که دوست داره میتونه بیاد دانشگاه. اسپترو پاترونو. فکر نکنم جا باشه. دانشکده فولکارا جا نبود و بریم کتابخونه فلسفه. اونجا خیلی خوشگل‌تره. آقا هر کی بلند شده رفت خارج داره چنل میزنه. هر کسی ممکنه هر چیزی بگه. وقتی یک چیزی رو توی صفحه مجازی میذاری، فضای مجازی، یعنی اینکه
به همه اجازه اظهار نظر دادی و هر کسی ممکنه نظری بده، چه نظر موافقه تو خوشحالت کنه چه نظری که ناراحتت کنه، ولی مهم اینه که تو کار خودتو انجام بدی. دقیقاً. بچه‌ها اوناییتون که به ما انرژی میدین، ازتون ممنونیم، دوستتون داریم خیلی زیاد. اونایی هم که از الان قراره هیت بدن بازم دمشون گرم. مرسی که ما رو دنبال میکنید. همین که ما رو دنبال میکنید به ما انرژی بیشتری میده که ادامه بدیم. ما از اونجا از این دانشکده فولکارا این راه اومدیم و رسیدیم به دانشکده فلسفه و ویوی دانشکده فلسفه رو فقط شما ببینید. یا خدا همیشه جا هست. ویوی دانشکده هست. این سریال اسمش نایت منیجر، بسیار سریال فوق‌العاده در حالی که همه دارن از این فرصت از این سکوت دلانگیز سریال دیدم. از گریه‌هاش برای بعد از امتحانات فیلم میزنه. Ciao. Come stai? Tutto bene? Come stanza bene. برای عیش نگاریه منم تموم شد. گاتا خوشگل من نمیدونم چی اسما رو دیدیم بچه ها. ببینید مموش چیه. میگن چرا هر کی که مهاجرت میکنه همیشه وایس داره میده داره راه میره یا چقدر لاغر میشه. مسئله همینه دوست عزیز. مسافت هایی رو که اون موقع برای رفتنشون اسنپ میگرفتی از ماشین شخصی پیاده نمیشدی رو باید پیاده بری، پیاده با پا. و حتما باید دویدن رو تمرین کنین اینجا دوستان. آره جان خیلی قراره با جایی قبل از مهاجرت حتما 2 تا ماراتون شرکت کنی. پرونتی per studiare così ciao. Pronti? Are you ready? پرونتی چی بفرمایید به خدا شرط میبندم با سر بستنی سر یخر بهش باشه پرونتی من میگم پرونتی میشه are you ready؟ آماده یا حاضر؟ ای خدا ما سهم درس خوندن امروزمون رو انجام دادیم. ظل آفتاب برمیگردیم به سمت خونه. اصلا کلاس ایتالیایی داریم مجبوریم برگردیم که به اون کلاسه برسیم. و آفتاب رو میتونی نشون بدیم بزنم. دقیقاً بالای سرمون. بذار نشون دادم. یعنی داریم راه میریم دقیقاً مستقیم. ما رو تبخیرمون کردش. بر ما عمود آفتاب. بعد ما تا وسط راه اومدیم و واقعاً اینو باید میگفتم. هوا دیدین تو کارتونا مثلا وسط خیابون مثلا بیابون ساکته و مثلا یه دفعه یه خار از وسط با باد گرم رد میشه و تصویر اینجوری میلرزه از گرما. الان دقیقاً همونه. یه مارمولک یه دفعه با سرعت رد میشه. دقیقاً همون هواست. مارمولک. بریم سر کلاس زبان. برای کلاس زبانم باید بهتون یه سری توضیحاتی رو بدم. ببین میخوام یه دست فیلم بگیرم ولی خیلی بالا پایینی داره نمیشه خیلی تکون میخوره. افتاد. برداشت دوم بچه ها خدافظ.
هلیکوپتر. بچه ها پلاستیکمون پاره شد. یه نفر اینجا هست نمیخواد که توی ویدیوها باشه. اگر که به 10,000 سابسکرایب رسیدیم من ازش رونمایی میکنم. که از منسا گرفتیم بریم بکنیم سالم خوری. Buongiorno, ciao. Che cos'è? 1, Sì. 2, Sì, aspetta. sì, Sì. 3, Grazie mille. 4, Grazie. Jimmy. Oh sì, certo. Ciao. Ciao, grazie mille. Sì. Affenda. Grazie mille. Ciao. Ciao, ciao.